افطار نکنین. یک دیگه ممنون. امانم شما را دیدیم خیلی خوشحالیم. تو میبینی شو خدا همین که من احساس میکنم. آره نه کامنت میذارین من میام همیشه میگم بهشون. حالا من همیشه من مسخره میکردم. من گیرکی حرف میزنم اینا فارسی حرف میزنم، من گیرکی حرف میزنم اینا فارسی حرف میزنم. نه برعکس گفتم. آره، من فارسی حرف میزدم، مامان آره. گیرکی جواب میدم. من فارسی میگفتم. تو بدم بدت میومد. خیلی بدم میومد. آره. خیلی بیشتر از اون دوست دارم. اونم خوشمزه است. آره. ولی از اینکه مجبوری هی دونه در بیاری مثلا سر چون تو تنبلی. میخوای من برات در بیارم. بچه‌ها مامان گردو رو آسیاب کرد، سبزی رو الان آسیاب میکنه، بعد انار رو داریم شبیه امیرعلی. بچه‌ها چوچاق اینه تو گیلان هستش. حالا دسترسی ندارید میتونید از خیلی ها گفتن گشنیز و نعنا میتونید استفاده کنید. ولی مزهش تو چوچاقه خیلی. آره مزهش اینه. ولی خب بچه‌ها یه سری میگن الان بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. من امروز همونجور که خودتون خیلی تمایل داشتید و دوست داشتید و برام کامنت داشتید که دوباره ستاره ویدیو بذار، هم مامانتو ببینیم، هم خواهرای گلتو ببینیم، هم به هر حال خانواده‌تو ببینیم و اینا، امروز من تصمیم گرفتم بیام خونه ماما اینا که هم مامان یه آموزش خیلی آسون و خوشمزه و گیلانی به شما یاد بده، هم که شما ببینینشون. الانم قراره اکرمم بیاد، اگر تو این فاصله که ما داریم ویدیو میگیریم اومد، میذارم که اکرمم ببینید چون خیلی دوستش دارید، خیلی ازش حمایت کردید، خیلی از آموزشایی که میذاره خوشتون اومده. من دیگه کمتر مثل همیشه صحبت کنم، بذارم که مامان و سیمین با شما صحبت کنن. مامان جان سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ خیلی ممنون، سلامت باشی. خیلی ممنون. میخوام زیتون پرورده به شما آموزش بدم. امید خدا. منم میدونه کار منم اشتباه کردم، دوباره پاهم من زخم کردم. الان دیگه 2 ماه اینجا افتادم، دیگه بیرون نمیرم. حالا فعلا که همینجوری هم نمیرفتی، همینجوری هم نمیرفتی. فعلا ستاره اومده که من دیگه بلند شدم، از رخت خواب بودم بیام اینو درست کنم. شما هم ببینید، هم شما به شما خوش بگذره انشالله. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه. امروز در کنار شما هستیم، در کنار ستاره جون با یه زیتون پرورده خیلی عالی و مامان پز. مرسی. سیمینا مامان نمیخواست بیاد تو دیرمون، راستشو بگو دیگه. گفتم بیا دوستان میخوان که بخوام من از صبح اومدم اینجا در حال کار بودم. تازه کارش تموم شده. تازه کارم تموم شده. خسته بود. لباسام در 2 مرحله 3 مرحله همجوری پوشیدم، به خاطر الانم لباس ستاره رو پوشیدم. گفتم شاید آشنا باشی. شاید آشنا باشی. آره خب باز چیزایی که برای زیتون پرورده من قبلا بچه‌ها آموزششو گذاشتم، ولی از اونجایی که مامان حالا به روش خودش سنتی قراره درست کنه و به این ظرفی هم که اینجا میبینید نمکیار میگن که قدیما، حالا میخوای بیشتر خودت توضیح بده که نمیار با سنگ، اون موقع با نمیار با سنگ درست میکردیم زیتون پرورده. یک گردو را هر چیز میخواستیم بسابیم با نمیار میسابیدیم. اون موقع بگو دیگه، اینو منظورم بود که مولینکس و اینا نبود. آره خیلی سنتی هر چیزی که میخواستن درست میکردن. الان برای زیتون پرورده خب مامان نیاز داریم به زیتون بدون هسته، بعد انار یه مقدار، انار ترشه. آره انار ترش حتما باید ترش باشه. آب انار دیگه نمیریزی که من چرا اگه داشته باشن میده. من داشتم میگفتم اینجوری خیلی خوشمزه میشه. ولی باید بسابه. من حالا به روش خودم رو دیده بودید، هم سس انار که حالا همین اناریه که قبلا میپزم و اینا اضافه میکنم. بعد داشتم سبزی رو میگفتم. سبزیم چوچاقه، سبزی محلی گیلانه، سیر میخواین و گردو. حالا مامان قراره بسابه. اونم چوچاقه. آره گفتی. باید سبزی باید چوچاق باشه. حواسش هم نیست ولی گفته. منم سیر رو میخوام. ولی واقعا مزه خیلی خوبی داره. آره هم زحمتش زیادتر از این مولنکسه، ولی خب خیلی هم آره خیلی خوشمزه. الان مدرسه من دکبه. آره میافتی. وای مطمئن باش که حتما دیده میشه. بچه‌ها دیگه طبق شرایطی که میدونید که ما داریم، دیگه نمیخوام تو همه ویدیوها بگم، میدونم که خودتون میدونید و درک میکنید.
ما خیلی وقتی که ویدیو جدید نداشتیم، همونطور که الان میبینید ویدیوهایی که ما داریم میذاریم لباس گرم پوشیدیم، پس مشخصه که ما داریم تو زمستون این ویدیو رو میگیریم. ویدیوهای قبلی که من دارم میذارم از اونجایی که خب تو این شرایط اصلا دل و دماغش هم نداشتم بیام ویدیو جدید تهیه کنم، همون ویدیوهایی که از قبل داشتم و مدام الان داریم میذاریم. اونم حالا اگر اینترنت یاری کنه. ممنون از همه شما عزیزان که برام کامنت میذارید، از من حمایت میکنید، اینکه اینقدر به من محبت دارین، به من، به خانواده‌ام. ازتون ممنونم. به حمایت های شما خیلی نیاز دارم، چون یه مدت طولانی همونطور که میدونید هیچ ویدیویی رو منتشر نکردم و اینم واقعا منبع درآمد منه الان و واقعا روش حساب باز کردم. خواستم دوباره بهتون بگم، حالا اونایی که جدیدن میان نگاه میکنن، ازتون خواهش میکنم ظاهر قضیه رو نبینید بیاید بگید آره شما دلتون خوشه الان داری زیتون درست میکنید. نه، این آموزش داریم میذاریم. به هر حال زندگی ادامه داره در کنار همه شرایط بعدی که هست. میدونید که نمیتونیم خیلی زیاد در مورد اینجور مسائل صحبت کنیم. ازتون به هر حال ممنونم که حمایتمون میکنید مثل همیشه دیگه. سیمینم دیگه اون سیمین سابق نیست، همش میومد یه چیزی میگفت و میخندید. ولی خب مامان داره حالا گردو رو چیز میکنه، منم گفتم این سیرا رو این بس نیست. نه اونو چه اون سیر دوباره خوشمزه، سیر محلیه، خیلی خوشمزه میشه. سیرش محلی همون سیری که بابا بهتون تو انبار نشون میداد، خودم کاشتم داشت بهتون نشون میداد. این همون سیره بچه‌ها. بعد موازه به دست. آره اینم این سنگم، این سیره خراب. هرچی بزرگتر باشه مامان خراب بیده دختر. هرچی نمیار بزرگتر باشه بهتره. آره. دستت توش بازتره. آره من داشتم که چیز شد، شکست. آره باید بگیرم یه دونه. این سیره چرا اینجوری خراب شده؟ بعدم نچری خوبه. نمیار ما باید بزرگتر باشه. این چوب کوچولیه برام یه ذره سخته. آره ولی خب مامان دوست داشت اینجوری سنتی بهتون آموزش بده. بابا کجاست؟ بابا رفته محل. آره دیدم یه حواسم ماشینش نبود، متوجه شدم. الان جدیدن میام اینجا رو من تمیز میکنم، مامان بهش میگه که اینجا رو نریز اونجا رو نریز، سیمین تازه تمیز کرده. خب بعدم میگه من خودم بهتر از سیمین تمیز میکنم، یه بلبل زبونی هم هست، میگم خودت تمیز کن. خب از این به بعد من نمیام دیگه، خودت من تمیز جای کن. تو باشم نمیام، باور کن. تو نه اینا بعدم بهش میگم خب از نه من اونجوری نگفتم. میگم پس تو چجوری گفتی؟ یه کارش میمونه بعد مجبوره. سیمین زایی بخدر ما نهیده بابا بسی نهیده. حالا میگه نه من مامان یه مدت حالش بهتر شده بود، دوباره بچه‌ها پاش چیز شده، دوباره ترک برداشته، نمیتونه زیاد راه بره، خاطر همون جوراب پوشیده. خب من اینقدر داره زحمت میکشه دوربین رو بیارم شما ببینید. رو بیا جای من بمون بچه‌ها ببینه که چقدر زحمت داره. البته اونایی که گیلانی هستن دیگه میدونن دیگه که چقدر زحمت داره. خب اینو بهشون نشون بدیم چون میدونم نه اون گردو رو میدونم. میگه این گردو شبیه امیرعلی. بچه‌ها چوچاق اینه، تو گیلان هستش. حالا دسترسی ندارید میتونید از خیلی ها گفتن گشنیز و نعنا میتونید استفاده کنید. ولی مزهش تو چوچاقه خیلی. آره مزهش اینه. ولی خب بچه‌ها یه سری کانال یه سری پیجا هست، حالا اگر ایران باشید اینا رو تازه درست میکنن، آسیاب میکنن شبیه دلار. شما میگین نعنا چی میگن؟ نمک سبز میگید. ما میگیم دلار اینجوری میگن بهش. یه سری خلاصه پیجا هست که مثل اون آسیاب میکنه و قابل فروشه. حالا نمیدونم بتونید تهیه کنید یا نه. اینه که انار ترشمونه. الان البته فصلش دیگه گذشته. من زمانی که فصلش بود گرفتم و دون کردم گذاشتم فریزر. حالا اون روشی که من بهتون آموزش داده بودم اینه که اینو همینطوری بدونی که بهش آب اضافه کنید، میذارین روی حرارت میپزه، بعد از صافی رد میکنید، دونه هاشو دور میریزید. اون از صافی که رد کردید اون چیزی که میمونه میشه سس انار که میتونید برای این زیتون پرورده ازش استفاده کنید. اینم که زیتونه، سیرم که پوست کندیم و
به قول ماما اینم که گردو اینجوری بادست خیلی زحمت داره با بادست. خب سیمین جون دیگه ولی خوشمزه میشه. اینم من. آره خیلی. اینم من اینجا نشستم که مامان درست که من تست کنم. تست دیگه. چقدر تو تست میکنی؟ تست کنم. خلاص چی یکم باعث میشه که سرش شلوغ بشه. آره. آموزش بده خوشش میاد. آفرین. سعید خانم اگه دیدی این زیتون قابل داره نداره. چه فایده؟ اگه دیدی میگه قابلتون نداره. بنده خدا اینجا نیست چه فایده نه داره؟ دست داره نه پا فرسوزه که شما بخورید. جای امیر خالی جای واقعا. آره، امیرم دوست داشتیم که بود. امیر ما سلما خورشیدی. انشالله هرچی دورتر حالش خوب شه. آره لایامی. واقعا چقدر الان راحت و آسونه مثلا سری میدادی یه مولینکس و تمام. واقعا ولی واقعا اینا خیلی مزه داشت. اصلا یه گرمی بود، یه دورانی بود. واقعا زحمت داشت همه چیز دیگه. قدیمش رو دوست داشتم. خیلی دوست دارم. الانم دوست دارم. آره حالا این خوبه. این چون خوبه. باید یه ذره آره باید اونجوری دیگه آسیاب و آسیاب مثل فسنجون نه نشه. نه باید آره تو یه مثلا ذره آره خیلی ببین کم یه ذره مون تو دستت بریز بیار بالا. این باید اینجوری باشه که به دندون بخوری یه مزه میده. آره آره تا این حد رسید بچه‌ها کافیه. الان باید چوشاقا به سبا. تو همون آره تو همون. چاقو نباید بزنی دیگه. نمیخواد چاقو. آره همونجوری سری آسیاب میشه جون نداره. یاد نیست. بعد زیاد هم بچه‌ها نمیشه چوچاقو ریختا تلخ میشه. آره. خیلی زیادش هم باید دقت کنی. اندازه باید بدونن که چقدر دیگه. من چون این فاصله علی هم که نیست از ما ویدیو بگیره یه ذره سخته. سیمین دون نمک برای دکنم. دون نمک میخوام. راست میگه ما نمک رو نگفتیم. دون نمک یعنی یه مقدار خیلی جزئی. به یه مقدار خیلی جزئی میگن دون سن. چیزم هست این ما میگیم دون سن. اسمی رو بگو. آها نمک من گلپرم میریزم. آره گلپرم خوشمزه میشه. خب ببین ما دونه دونه بچه‌ها داریم میگیم من چون اینجا اومدم به روش مامان میخوام اینجوری خودت بریز دیگه. نه دست وجر یه ذره تمیز باشه. اینا آه به خاطر اینکه سبزی آسیاب بشه حتما باید دونه نمک باشه. چیز دونه چجوری واقعا دو تا دونه اینا سنتی دست انداختن ریختن. پیداشه کامل اصلا نگران نباشی من دستمو قبلش شستم. همیشه میگن یه ذره میکروب باشه بخوری هم بد نیست. نه بابا. اما شسته. نه راست میگه اونجوری نمیشه اصلا آسیاب نمیشه. باید ذره چیز. حالا فکر این نمک بیشتر میخوای بزن. نه بادا شور بود. بعد این شورا. خیلی شور نبوده. چی شور نیست؟ دون خوب هادو خوب. بذار منم یکی تست کنم. تو هستی که بخور که زیاده که همیشه میده بخور. ماما این میخواد ببره. نه نگویم ببره یا نبره هر چی کنی. ولی گویم اینه انیش نه دیگه نشینی. بخور تست کنیم بزنیم دیگه بردار. خوبه. سیرم نه بابا یه همه خیلی نبره خاله. نه همری نه بخور. خیلی دوست دارم چوری هستشون در میاد. دستگاه داره. دستگاه داره. مثلا همون مثلا گرونتر ولی ارزش داره. من اینو خیلی بیشتر از اون دوست دارم. اونم خوشمزه است ولی از اینکه مجبوری هی دونه در بیاری مثلا سر چون تو تنبلی میخوای من برات در بیارم. بچه‌ها مامان گردو رو آسیاب کرد سبزی رو الان آسیاب میکنه بعد انار رو داریم سی رو داریم خلاصه باید کم کم همه رو آسیاب کنه همه رو قاطی میکنم مثلا آسیا میکنم بعدم با قاطی میکنم یه ذره این عربی ها بود قطی میکنم منم چی داره خدا اکرم نمیاد چرا اکرم فکر کنم میاد این ساعت خوابیده زنگ اومدن نه امروز صبح اومدن 4:50 امروز صبح اومدن بعد میگه که دیشب خوابیدم بعد باید بیدار صبح دیگه باید بیدار میشدم ولی دیر بیدار شدم میگم چرا میگه که بیدار شدم ساعت نگاه کردم ساعت مثل که رو 3 خوابیده بود من نگاه کردم گفتم حالا یه ذره دیگه میتونم بخوابم الان بیدار میشم چیکار کنم بعدا خواستم بخوابم دیدم خوابم نمیبره دیگه گفتم خدا چه دیگه خوابم نمیبره این ساعت نگاه کرده دیگه تازه دیرم از خواب بیدار شده اون 3 شب رو نشون میداد این ساعت خیلی بده خدایی ساعت ولی خب ما همیشه چون ساعت گوشی چیزه همراهمونه متوجه میشه آسیا نو یک کمه
دیگه با زیاد نمیریزن تلخ میشه. خوشمزه بکن. خیلی نه زیادش الان ما تلخ قاطی میشه. می‌کنیم. آره بابا. این تمام شد. بریزم. ما دیگه که من گفتم خوبه. آره. آره سیر رو بریز. سیرم میساویم بعدن انار. البته مامان همیشه میگه اینجور کارا رو فکر نکنم مامان همیشه انجام میداد تو خونه‌شو. نه من اصلا تعجب میکنم یه ذره. به خاطر بچه‌ها. آره به خاطر بچه‌ها واقعا. اصلا به خاطر گل روی شما داره آموزش میده نه وگرنه از این کارا نمیکنه. امروز بچه‌ها من داشتم جوانی بکودم. همیشه الان میگین نکردم الان نه مامان. نه می منظور که قبل ازدواج بکودم. آره جوانی آدم میگه فکر میکنه مثلا تو خونه پدر نه پدر مادر مادر پدر مادر نکودم. امروز من داشتم اینجا تمیز میکردم بعد دیگه مرحله آخر کارم بود خیلی هم گشنم بود بهش گفتم مامان من داشتم یه کاری انجام میدادم اون کارو ایوونو من تمیز میکنم تو سفره رو بذار. خلاص من ایوونو تمیز کردم اومدم دیدم اینجا نشسته داره نماز میخونه میگم که سفره گشنمه دیگه گفت سفره بذار دیگه. اصلا انگار بهش گفتم تو سفره بذار منم دیگه تون لعنه به خدا شیطان. اصلا من خوش نمیاد اصلا من خوش یه خاطره ای داره هستی در مورد همین مامان که نماز میخونه زیاد. چی میگفت کسی نیست که نشناسه که مامان چقدر نماز میخونه. میخندی؟ هستی کوچولو بود اومده بود خونه ما سمینه اکرم صدا رو داشتن کار میکردن منم داشتم نماز میخوندم. گفت مادر جون گفتم بله. گفت که برای ما صبحانه حاضر نمیکنی. گفتم نه دیگه بذار مامان اینا تمام کنن کاره. بگو مادر جون اینقدر نماز میخونی مادر من خاله من کردی استخوان خالی خودت فقط میخونی نماز. استخوان منظورش اینه که لاغر استخوان اصلا این لباسا رو میبینی اینا آره سمین ظریف خدایی. منم بودم البته الان من خیلی توپر شدم. ظریفی خواهر ولی خود نه توپر شدم یه پر گوش ولی آره دیگه هیچی دیگه خیلی مادری که اهمیت به غذا نمیده نه خودش دوست داره بخوره نه به دیگران انرژی میده. چی بکنیم؟ دیگه فقط بعدیم زای این چه ربطی داره؟ عاشق زای خودی زای مرا شکردانم دیگه وقت نمی کردی. خب ببخشید امروز تو با بچه سرگردان نبودی واسه این دختر که برای غذا درست که فقط سفره نمیذار. تلفنی گپزن تلفنی میشه فقط زنگ بزن مری ده خانه میگن نیشتر مری زنگ بزن تلفنی گپزن. ما خسته شدی؟ این نه فعالیت خیلی خوبه حداقل در دستش کار می‌کنه. ورزش دیگه نه با فشار بیاره با آرومن و عجله هم نداری. چه بهونه شد. نه بلد نیستم این کارا رو. منم انجام دادم. آره سخته. مخصوصا چیز خیلی باحال میشه. آلوچه آره. انا رد کن انا سیرم گچا کن. انار چقدر میخوای بگو بریزم دیگه این فکرم زیاده همه نه. بسم تست بکن زای تو تست. این حالا یه ذره اونقدر قرمز اون یکی که خونه داشتم خیلی قرمز تر از این بود. اون ظرفش بزرگتر بود نمیتونستم. ترش دوست داری؟ من ترش دوست دارم ولی الان خوبه. انارم مامان داره قشنگ آسیاب میکنه. آره من اصلا نمیذارم بمونه والا. تازه فصل شیر میشه مثلا آخرا یه ذره تقریبا نمیخوام اولا باشه میگیریم اینو چیز مریم مهیا اینا برام چیدن آوردن مثل درختشون بود. داره خیلی قرمز بود. این یه دونه دیگه است. اون یکی مثلا 2 بار چیده بود اینو فکر کنم زودتر چیده بود یه ذره چیستم. اون یکی اصلا خیلی قرمزه. آره بعدن چی کار میکنم هم اینجوری دونه‌ای میذارم برای زیتون هم میگم اونجوری سوسی درست میکنم. بعد چون حالت مایع داره تو ظرفای یخ میریزم میذارم یخچال میبنده میام دونه دونه جدا میکنم تو زیپ از این زیپ کیفا میذارم مثلا حبه حبه هر موقع میخوام 2 تا حبه در میارم مثلا خیلی طعمش هم اصلا تغییر نمیکنه. خیلی اونجوری مثلا سس خیلی داره. بخور زیتون رو بخور زیاده کن بخور. آره اونجا هست بادم زیتون من این ظرفش کوچیک نمی‌ریزم.
آره بله انار بخور. انار رو بریم بده داخل هسته جای هسته زیتون بخور خیلی خوشمزه میشه. اونجا گاز نمیتونم بزنم. گاز یعنی من دارم دندون دندون باید دستت سیمین ما آخه دی گلیکی واقعا خیلی گلیکی زنه با من حال من زاید دهاتشینم ولی ما جور گلیکی هر من نزدم اون موقع ها که مجرد بودم بچه ها همه گیلکی حرف میزنن، حالا به جز ستاره من فارسی حرف میزنم. من همیشه من مسخره میکردم، من گیلکی حرف میزنم اینا فارسی حرف میزنم، من گیلکی حرف میزنم اینا فارسی حرف میزنم. نه برعکس گفتم. آره من فارسی حرف میزدم، آره. گیلکی جواب میدم. من فارسی میگم تو برام بدت میومد. خیلی بدم میومد. الان روزگاری باز روزگار بدین خدایا میسیمین الان گلیکی زنه امانی من فارسی نه بدن. من ازدواج، ما همه ازدواج کردیم، همه شوهراشون حالا خانوماشون همه فارسی حرف میزنن الا شوهر من گیلکی با من حرف میزد. من انقدر بدم یا همون روز اول به من گفتش که زنگ زد با من صحبت کنه، گفت چطور خوبی چطوری؟ گفتم وای من بدم میاد، شما خوبی؟ با من فارسی حرف بزنید. چی شد؟ دیگه همون شد، ما دیگه الان فارسی حرف میزنیم اصلا. فارسی حرف میزنی ولی خب تو خیلی گیلکی و ماشاءالله من خوب بعد بلدی که دیگه کلماتشو. مثل غذا خوردن ذائقه‌ام برگشت. بعد دیگه به گیلکی خیلی علاقه پیدا کردم. با همسرم فارسی حرف میزنم و هستی، اما لهجه گیلکی و کلمات گیلکی رو خیلی دوست دارم. آره ماشاءالله خیلی چیزا عادل ازت یاد میگیره میاد خونه. مسخمه تو بعد مسخمه. آره بعد مسخمه هم گیر افتاده عادل با من. واسه چی با عادل یه سری جمله یاد میاد خوشش میاد. عادل چون گیلکی واقعا بلد نیست اینجوری خیلی هم مثلا نمیتونه صحبت کنه، اینجوری خوشش میاد یاد میگیره. الان کارگاه با فندو آره رفته یه کارایی داشتم گفتم برام انجام بدم. انا الان صابیدم چوچاقم صابیدم گردویم صابیدم الان اینا رو همه رو قاطی میکنم. این میشه زیتون پرورده. خب قاطی کن. قاطی کنم. سنگ تو ما میخوای بذاری اینجا. نه وای ببین انا بگیر فرنی تو جوجر خراب. بده من ببرم. آب نداره که آب داره زیتون. نه آب شستمش همونجوری. آره اونجوری بریزی بهتر. خب بده من اون اذیت کنم. آها یه ذره آب داره. آره شستمشون واسطش میره. بچه ها الان اینا هم میزنن. بزن بچه ها ببینن دیگه نمک اینا نمیخواد نه چون دیگه نه چون شاید زیتون شور باشه. آره چون یه ذره ریختم نمک. اگه بعضیا حتی روغن زیتون بهش اضافه میکنن، بعضیا یه دونه زیتون افتاد ایراد نداره، بعضیا روغن زیتون، بعضیا آب انار اضافه میکنن، گلپر، این دیگه کاملا سلیقه‌ایه دیگه. ولی این روشی که مامان گفت کاملا روش سنتیه به صورت قدیمی. آره دیگه بعدها شد که حالا چیزایی که آره دیگه اضافه شد و اینا. حالا تستر ما بدن تست کنه ببینیم چطوره. وقتی کسی نیست که بخواد ویدیو بگیره ما این داستان ها رو داریم. یکی باید بمونه ویدیو بگیره، یکی باید تست کنه. بله به خاطر همینه که من پشت دوربینم، سیمین جانم جلوی دور منتظر تست. کلمات جدید داری یاد میگیری. سیمین خانم منتظر تست. تست بکنه دیگه. آره نه یه دونه تست کن واقعا شاید نمکش یا مثلا حالا بعد بمونه خوشو میگیره. بچه ها زیتون بی حسر میخوای میگیرین میخوای دندومزی باید خیلی احتیاط کنیم به خاطر اینکه بعضی زیتون ها دونش توشه. آره برای ما خیلی پیش اومد که دندون الان که دندون خدا بیامرزه نداریم. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ولی آره راست میگه زیتونو که بعد آره حتما بچه‌ها میخواین درست کنی از شب قبل درست کنید که خیلی بهتره. اگه مثلا آره چون باید قشنگ به خورده هم بره. بعد گردو زمانی که آسیاب میشه گرمه
یه حالت تب گرمی هم که داره اونقدر طعمش چیز نمیشه، باید حتما بمونه. حالا بخوریم الان تست بکنید تست کن بچه ها، شما تو نون تست بکن صدر ساسیمین تست کنه، همه تست کنیم. مامان زودتر همه چه قرش میدیم. سعیده خانم جا خالی، اگه بیدهید جا عالی خالی. شد، واقعا عالی شد. آره خیلی خوب شد، تو خوشمزه یعنی عالی شده واقعا. چوری تو جا بردون چی جا اینه بردون تست دوگونه پارا کنم بقیه بقیه چقدر هست کمه که خیلی عالی شد آره. واقعا، دست در نکنم. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید، ممنون که از ما حمایت میکنید، خیلی خیلی دوستتون داریم. امیدوارم که حالا ویدیو گذاشتن من باعث ناراحتی هیچ کس نشه، هیچ قصد و غرضی ندارم، فقط هر از گاهی طبق اون چیزی که خودتون گفتین دوست داشتین که براتون ویدیو تهیه کنم، به خاطر همونه که دوست دارم حالا هر از گاهی از اینجور ویدیوها بذارم. اگر دوست داشتید خوشتون اومد به من بگید. دیگه همین دیگه. سیمی جون اگه حرفی چیزی؟ بچه‌ها خوشحال شدم که دوباره بعد از مدت‌ها در کنار ستاره و مامان در کنار شما بودیم. انشالله که درست کنین، خوشتون بیاد و به امید روزای خیلی خوب. امید روزای خوب. بچه خیلی ممنونم از شما که میستر جان حمایت کنیش می دست دار نکنین، یک دنیا ممنون. امانم شما را دینیم، خیلی خوشحالیم. تو میبینی شو خدا همین که من احساس میکنم. آره نه کامنت میذارین من میام همیشه میگم بهشون. حالا سیمین که خودش البته اینترنت داره و الان اینترنت که میدونید خیلی ضعیفه. ما الان 2 ماه اینترنت ندارم، تلفنم نگاه نمیکنم. فقط کدوم برنامه رو داری نگاه هیچی میکنی؟ ندارم. نه چه برنامه‌ای داشتی تو گوشی؟ مری وایسای داشتی. آره وایسای داشت، اونو الان دیگه نه. اونم مری دی الان نگاه خیلی فقط ناراحته. وایسای بلدم، هیچ بلد نیم. وایسای. اونم مری نگاه کردیم الان اونم بلد نیم، اونم نرم دید. آره ولی خب پسر مرا این نتونم گپ بزنم ده. به امید روزای خوب برای هممون. اگر خوشتون اومد برام کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، از ما حمایت کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب مری وجود برای تیو کجی جا اون جور نه. وشو برونه. خدا بزی کنم.